عجیبه. من تو فستیوال روی مواد و فلان اینا اذان گوشیم که میگفت میرفتم نماز میخوندم برمیگشتم. من از 10 سالگی تا الان یک رکعت نماز نخونده ندارم. علمی نیستا؟ چی؟ تو نه مامان اهل نماز بوده نه بابات؟ نه نبوده. خب تو کل خاندانم عمو خاله ما یه دونه نماز خون نداریم. یه دونه مامان بزرگ من بود که مامان مادرم که فقط نماز بخونم سه طباطبایی بود. خب تو از 10 سالگی چطور بعد نماز خون شد؟ اما یه صدای اذان تو محل صدای اذانی اومد، رفتم سمت مسجد ببینم این صداش خیلی قشنگه، یه پسره میخوند. رفتم اونجا با آدم‌ها اونجا آشنا شدم و گفتن نماز بلدی؟ گفتم نه. بعد اون کسی که نماز میخوند، آخوندی که اونجا بود، منو گذاشت بغلش، نماز جماعت بود. به خاطر من یواش میخوند که من باهاش بخونم. از اون روز من هر روز ظهر میرفتم اونجا نماز میخوندم. به مرور زمان مغرب، عشا، صبح و من از اون روز تا الان یک رکعت نماز نخونده ندارم و شکر خدا. این نمازم باعث میشد که من گناه میکردم، وجدانم هنوز بیدار بود. یعنی هی هر کاری میکردم باز اون وجدان من، یعنی تو هر کاری میکردی نماز رو میخوندی؟ خیلی عجیبه. من تو فستیوال روی مواد و فلان اینا اذان گوشیم که میگفت میرفتم نماز میخوندم برمیگشتم. یعنی مثلا وضو میگرفتی نماز میخوندی بله. حالا خیلیش نمیشه اینجا باز کرد که توی شرایط چه کارهایی میکردم. بله. هیچ وقت نماز یاد ندارم یک رکعت نماز نخونده داشته باشم. عجب. بله. 27 ساله. و فکر می‌کنی همین نمازها تو رو نجات داد؟ 100%. چون کسی که درگیره، من خیلی از رفیقام هم سن و سال خودم هم دوره خودم که با هم خیلی چیزا رو شروع کردیم ولی هنوز درگیرشن. نمیتونن بدون مواد، بدون دختر، بدون منیت، بدون پول، بدون جایگاه، بدون احترام، بدون هر آنچه که تو ذهنشون نمیتونن زندگی کنن. خیلی موقع دستشون، حالا ما که نه خدا خواسته گرفتیم ولی در نیومدن. شاید یه هفته اومدن بازم برگشتن، لایف استایلشون رو عوض کردن، دلشون رو زده ولی باز برگشتن. ولی من از روزی که توبه کردم تا الان برنگشتم.